اجرای آهنگ دوگانه عالی انصاری با رمیشا شفا. این آهنگ به کدام زبان خواهد بود و واکنش های تند علاقمندان عالی انصاری به این کار وی و ازدواج رمیشا شفا با پسر ایرانی؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. عالی انصاری هنرمند جوان و نه چندان سابقه دار افغانستان، وی با شهرت و موقعیت خاصی در میان مردم افغانستان جایگاه خاصی دارد. عالی انصاری در یک خانواده هنرمند دیده به جهان گشوده. برادر عالی انصاری تمیم ناله هم از جمله هنرمندان خوب کشور است. عالی انصاری ازدواج ناموفق داشته است و دارای 2 فرزند است و در کشور لندن زندگی می کند. عالی انصاری با اجرای کنسرت در تلویزیون خورشید در سال 2015 برای اولین بار در میان مردم ظاهر شد و همین کنسرت باعث رشد و موفقیت عالی انصاری در میان مردم و افغانان شد. عالی انصاری تاکنون آهنگ‌های بیشمار سروده است و آهنگ‌های دوگانه وی با عصام فرزان و شهرت وی افزوده است. عالی انصاری در یک اقدام بی‌پیشینه و جالب برای رمیشا شفا هنرمند قندهاری و در حین حال سیکسی افغانستان پیشنهاد ازدواج دوگانه داده است. رمیشا شفا هم با جبین گشاده این پیشنهاد را قبول کرده است. رمیشا شفا از جمله هنرمندان افغانستانی است که بیشتر به زبان پشتو و فارسی ایرانی آهنگ می سراید. رمیشا شفا مانند آریانا سعید با مدیر برنامه خود نامزد است. این آقا ایرانی است و قرار است در آغاز سال نو میلادی 2024 رمیشا شفا مراسم ازدواجشان را برگزار کند. این پیشنهاد عالی انصاری از طرف علاقمندانش نقد شده است، چون که رمیشا شفا یک هنرمند سکسی و در عین حال قوم پرست است، ولی از طرف دیگر علاقمندانش استقبال گرم شده است. به هر صورت ما آرزوی موفقیت و طول عمر برای تمامی هنرمندان کشور خود داریم. آرزو داریم این آهنگ عالی انصاری و رمیشا شفا هم در میان مردم و علاقمندانشان گل کند. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.